با سلام خدمت شما. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم. طبق روال ویدیوهای گذشته ازتون میخوام که با سابسکرایب و لایک کردن ویدیوهای این کانال کمک بکنید که افراد بیشتری به این محتوا دسترسی پیدا کنن. مرسی از شما. امروز میخوایم در مورد پروتوتایپ و زنجیره پروتوتایپ صحبت کنیم. هر چیزی که ما توی جاوا اسکریپت تعریف میکنیم مثل متغیر یا یک فانکشن در واقع یک آبجکت هست و تمام آبجکت ها توی جاوا اسکریپت یک پراپرتی دارن به نام پروتوتایپ. پروتوتایپ یک فانکشن یا یک نوع در واقع پراپرتی ها و فانکشن هایی هستند که ما برای اون تابع یا نوع تعریف میکنیم و میتونیم به اونها از طریق متغیرهایی که از اونها ساخته میشن دسترسی داشته باشیم که بهتر این موارد رو با مثال توضیح بدیم. خب همونطور که گفتیم هر آبجکت یا فانکشن که در واقع اون هم نوعی آبجکت به حساب میاد یک پراپرتی داره به نام پروتوتایپ که ما به این صورت میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. بعد از نام آبجکت یک نقطه میذاریم و دوتا آندرلاین و میتونیم به پروتوتایپ تایپ آبجکت به این صورت دسترسی پیدا بکنیم. خب همونطور که میبینید پروتوتایپ تایپ آبجکت از یک سری تابع و میتونه پراپرتی تشکیل شده باشه که ما از این توابع توی آبجکتمون میتونیم استفاده کنیم. اگه دقت بکنید تست آبجکت ما فقط شامل یک پراپرتی و یک متد هست، اما ما به عنوان مثال میتونیم از تابع تو استرینگ هم برای این آبجکت استفاده کنیم به این صورت که میبینید. میبینید که میتونیم از تابع تو استرینگ در آبجکت استفاده کنیم چون این تابع در پروتوتایپ نوعی که ما این آبجکت رو ازش ساختیم که نوع آبجکت هست قرار گرفته و ما به این صورت میتونیم ازش استفاده بکنیم. پروتوتایپ تایپ آبجکت رو هم میتونیم به این صورت بهش دسترسی پیدا کنیم. اجازه بدید یک تست هم انجام بدیم که ببینیم آیا این آبجکت برابر با این آبجکت هست یا خیر. همونطور که میبینید این آبجکت ها در واقع به یک پروتوتایپ دارن اشاره میکنن. پس در واقع به این صورت هست که توابعی که توی پروتوتایپ نوعی که ما اون آبجکت رو داریم ازش میسازیم قرار گرفته باشن، موقعی که ما این آبجکت رو میسازیم این پروتوتایپ که در تایپ آبجکت تعریف شده میاد توی این پراپرتی از آبجکت ما به صورت اتوماتیک قرار میگیره و توابعی هم که توی این پراپرتی وجود داشته باشن میتونن به این صورت توسط اون آبجکتی که ما ساختیم استفاده بشن. این رو در ادامه بیشتر بررسی میکنیم که کاملا برای شما جا بیفته و بتونید درک بکنید که پروتوتایپ و زنجیره پروتوتایپ به چه صورت عمل میکنه. خب ما اینجا یک آرایه میسازیم به این صورت همونطور که میبینید این آرایه از 5 عنصر تشکیل شده و البته یک پروتوتایپ هم ما داریم که به این صورت میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. این پروتوتایپ تایپ آرایه هست. در مثال قبل هم دیدیم که توی underline پروتو
underline پروتوتایپ اون تایپی قرار میگیره که آبجکت ما از اون نوع هست. حالا برای اینکه اینجا مشخص بشه ما این رو به این صورت تغییر میدیم. همونطور که میبینید پروتوتایپی که توی آبجکت ARR ما هست پروتوتایپ تایپ آبجکت نیست، بلکه پروتوتایپ تایپ اری هست. همونطور که میبینید آرایه ما فقط 5 تا عنصر داره، ولی ما میتونیم از توابعی که توی پروتوتایپ تایپ آرایه هست به وسیله آبجکتی که از همون نوع هست دسترسی داشته باشیم. به عنوان مثال کانکت، فایند، فیلتر و موارد دیگه. خب ما چیزی داریم به نام زنجیره پروتوتایپ. به این معنی که اگه دقت بکنید این آبجکت ما از نوع آرایه هست که آرایه خودش در واقع نوعی از نوع آبجکت به حساب میاد. یعنی تایپ آرایه خودش از نوع آبجکت ساخته شده. پس در واقع ما توی پروتوتایپ نوع آرایه میتونیم به پروتوتایپ نوع آبجکت دسترسی پیدا کنیم به این صورت. حالا اگه بخوایم مطمئن بشیم که این چیزی که داریم میگیم درست هست، به این صورت میتونیم اونو تست کنیم. همونطور که میبینید پروتوتایپ دومی که توی آبجکت ARR هست در واقع همون پروتوتایپی هست که برای تایپ آبجکت تعریف شده. به این پروتوتایپ های پشت سر هم که میتونن تعداد بیشتری هم باشن زنجیره پروتوتایپ گفته میشه. در واقع هر تابعی که ما توی این پروتوتایپ ها داشته باشیم توی هر کدوم از اینها اگر باشه ما میتونیم توی آبجکت ARR مون از اون استفاده کنیم. به عنوان مثال تابع کانکت توی پروتوتایپ اول و تابع توسترینگ توی پروتوتایپ دوم هست، اما ما از طریق همین آبجکت میتونیم به اون تابعی که توی پروتوتایپ دوم هست دسترسی پیدا بکنیم. اگه یادتون باشه توی درسی که در خصوص اسکوپ داشتیم گفتیم که اگر متغیری در بلاک جاری پیدا نشه توی بلاک بالا سریش دنبالش گشته میشه و همینطور الی آخر تا اون متغیر پیدا بشه و اگر هم پیدا نشد که حالا پیغام مناسب اون چاپ میشه. زنجیره پروتوتایپ هم دقیقا همینه. وقتی که تابعی میخواد استفاده بشه به این صورت اگر اینجا نوشته بشه ابتدا توی توابعی که توی خود آبجکت یا آرایه یا هر چیز دیگه تعریف شده دنبالش گشته میشه. اگر پیدا نشد توی پروتوتایپ اون نوعی که در واقع اون آبجکت از اون ساخته شده دنبالش گشته میشه. این رویه همینطور ادامه پیدا میکنه تا یک جایی که ما دیگه پروتوتایپی در واقع توی اون پروتوتایپ آبجکت نخواهیم داشت به این صورت و مقدار اون پروتوتایپ آخر برابر نال خواهد بود. پس توی این مثال ما توی این آرایه ما تا پروتوتایپ دوم دنبال توابعی که ما توی ARR می نویسیم گشته میشه دنبالش و اگر پیدا شد اجرا میشه. اگر هم پیدا نشد پیغام مناسب چاپ میشه. فرض کنید که ما اینجا بنویسیم say hello. میبینید که یک پیغام خطا به ما نشون داده میشه. حالا اگه ما بخوایم say hello رو توی تمام آبجکت ها به عنوان مثال داشته باشیم باید بیایم توی پروتوتایپ نوع آبجکتمون تابع say hello رو تعریف بکنیم
به این صورت و بعد از اون میتونیم اون تابع رو توی تمام انواعی که در واقع از تایپ آبجکت مشتق شدن داشته باشیم. اتفاقی که برای این تابع توی آرایه ما میفته اینه که توی خود آرایه که تابعی تعریف نشده قاعدتاً، بعد توی پروتوتایپ اول دنبال این تابع گشته میشه و چون توی این پروتوتایپ تابع سی هلو پیدا نمیشه، پروتوتایپ بعدی چک میشه و همینطور الی آخر تا جایی که یا اون تابع پیدا بشه و یا ما به پروتوتایپ نال برسیم. پس این میشه زنجیره پروتوتایپ. البته این کاری که ما اینجا برای تایپ آبجکت کردیم کار خوبی نیست و شما ترجیحاً نباید این کار رو انجام بدید که بخواید توی پروتوتایپ در واقع تایپ های بیلت این خود جاوا اسکریپت تغییری ایجاد بکنید، چون ممکنه توی ورژن های بعدی جاوا اسکریپت تغییراتی توی این پروتوتایپ ها انجام بشه که کد شما رو با مشکل مواجه کنه. اگه با مفاهیم شی‌گرایی و آبجکت اورینتد آشنایی داشته باشید، توابعی که توی پروتوتایپ تعریف میشه تقریبا میشه شبیه به توابعی که توی یک کلاس برای آبجکت ها تعریف میشه در نظر گرفته بشه که توی مبحث آبجکت اورینتد توی بحث های پیشرفته ترمون در مورد کاربردهای پروتوتایپ و اینکه چجوری میتونیم به نحو صحیح ازش استفاده کنیم بیشتر توضیح میدیم. در واقع کارایی اصلی پروتوتایپ توی تایپ هایی یا کلاس هایی خودشو نشون میده که ما بخوایم اونها رو خودمون بنویسیم. خب برای اینکه بهتر متوجه اتفاقی که توی پروتوتایپ ها داره میفته بشید، فرض کنید که این تایپ داده‌ای آبجکت باشه. تایپ آبجکت یک پراپرتی داره به نام پروتوتایپ. پس نوع آبجکت یک پراپرتی به نام پروتوتایپ داره که ما متدها یا پراپرتی هایی که مربوط به تایپ آبجکت هستن و میخوایم توی تمام متغیرهایی که به صورت آبجکت تعریف میکنیم به اونها دسترسی پیدا کنیم توی این پراپرتی قرار میگیره. به عنوان مثال اگر ما یک متغیری به نام آبجکت 1 تعریف بکنیم و آبجکت 2، هر دوی اینها یک پراپرتی به نام underline proto underline خواهند داشت در واقع پراپرتی underline در تمام آبجکت هایی که تعریف میشه به پروتوتایپ تایپ آبجکت اشاره میکنه. حالا همونطور که توی مثال قبل دیدیم ما اینجا یک تایپ اری داریم که در واقع خودش از نوع آبجکت هست، اما همچنان پراپرتی پروتوتایپ مربوط به خودش رو هم داره. پس ما توی تمام آرایه هایی که توی برنامه تعریف میکنیم پراپرتی underline پروتو دوباره دوتا underline و همینطور برای این مورد
پس تمام آرایی هایی که ما توی برنامه تعریف میکنیم دارای یک پراپرتی به این صورت خواهند بود که اون به پروتوتایپ نوع آرایه داره اشاره میکنه. حالا فرض کنید پروتوتایپ مربوط به آبجکت دارای توابعی به نام A, B و C باشه و پروتوتایپ آرایه توابعی با نام های X, Y و Z. حالا اگر به عنوان مثال ما بیایم آرایه‌ای که تعریف کردیم رو با تابع Y بخوایم فراخوانی کنیم چه اتفاقی میفته؟ چون این تابع توی آبجکت یا آرایه ARR1 پیدا نمیشه، جاوا اسکریپت به صورت اتوماتیک توی این پراپرتی دنبال این تابع میگرده و چون این تابع داره به پروتوتایپ مربوط به آرایه اشاره میکنه، پس این تابع پیدا میشه و اجرا میشه. حالا اگه بخوایم در همین آرایه‌ای که تعریف کردیم از تابع C استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته؟ همونطور که گفتیم چون تابع C توی این آبجکت تعریف نشده، جاوا اسکریپت به صورت اتوماتیک توی این پراپرتی دنبال اون میگرده و چون پیدا نمیکنه به ادامه زنجیره پروتوتایپ نگاه میکنه که ببینه اون رو توی پروتوتایپ مربوط به آبجکت پیدا میکنه یا خیر. و چون این تابع توی این پروتوتایپ تعریف شده برای ما اجرا میشه. این دنبال تابع گشتن ها تا جایی ادامه پیدا میکنه که ما به underline پروتویی برسیم که نال باشه. اگر ما به اینجا برسیم و تابع پیدا نشه، به عنوان مثال اگر اینجا D نوشته شده بود، این خط برنامه به ما خطا میده. دلیل این هم که اینجا ما با نال مواجه میشیم اینه که نوع آبجکت در واقع خودش از نوع دیگه‌ای مشتق نشده که ما بخوایم اینجا به پروتوتایپ اون نوع دیگه دسترسی پیدا بکنیم. و یکی دیگه از مزایایی که نوشتن کد توی پروتوتایپ یک نوع میتونه داشته باشه قابلیت استفاده مجدد هست. یعنی تابع یا پراپرتی که توی پروتوتایپ نوشته بشه توسط تمام اون متغیرهایی که از اون نوع تعریف میشن میشه بهش دسترسی پیدا کرد و در واقع کد ما یک جا مجتمع میشه که باعث میشه به عنوان مثال خطایابی یا درست کردن خطای احتمالی هم خیلی ساده تر بشه. وقتی که یک کد به صورت تکراری توی آبجکت های مختلف نوشته نشه، قابلیت نگهداری و تصحیح خطا و خیلی مزایای دیگه از این طریق ما میتونیم به دست بیاریم. خب امیدوارم که به یک دید مناسب از پروتوتایپ ها و زنجیره پروتوتایپ رسیده باشید. ما توی این درس میخواستیم یک آشنایی مقدماتی با مبحث پروتوتایپ ها داشته باشیم و البته به یک دید کلی مناسب در مورد پروتوتایپ ها و زنجیرش برسیم که امیدوارم توی این کار موفق بوده باشیم. اگه فکر میکنید که این مبحث رو کامل یاد نگرفتید یا یک جاییش براتون هنوز کاملا واضح و روشن نشده، خواهش میکنم یک بار دیگه این درس رو از اول نگاه کنید. مطمئن باشید که به نتایج خوبی میرسید. در انتها بازم ازتون میخوام که با لایک و سابسکرایب کردن این کانال و محتواش به هرچه بیشتر دیده شدن این محتوا کمک بکنید تا افراد بیشتری بتونن از این محتوا استفاده بکنن.
مرسی از شما. بریم آماده بشیم برای بخشای بعدی.